میذاشی جلو. مردم من غلط کردم به فردوسی، نقدی کردم، توهینی کردم، هر چی، تموم میشد. من ازش عذرخواهی نمیکنم، چون من از شوخی کردن عذرخواهی نمیکنم. همه شوخی های جهان قراره یه عده آدم رو ناراحت کنه. شما فکر میکنید هر کسی که در هر جای جهان شوخی میکنه همه میگن واو چه شوخی، همه بهشون بر میخوره؟ اصلا ذات استندآپ کمدی اینه که تو یه عده رو ناراحت کنی، بهشون بر میخوره و ناراحت میشن. نه، من بر خوشایند کسی عذرخواهی نمیکنم. شوخی باید بپذیرید برای اینکه به تمدن برسیم و برای اینکه بتونیم پیشرفت کنیم. قدم‌ها رو تا کی باید بذاریم عقب بریم جلو؟ این همه سال ما جامعه سنتی و بسته‌ای بودیم، به چی رسیدیم؟ ما از دوگم بودن و تعصب داشتن و سنتی رفتار کردن به چی رسیدیم؟ فکر کنید یه خورده از این تعصبات رو بذارید زمین، سبکتر بریم جلو.